الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، رواه البخاری و مسلم. میخواهم لحظاتی چندی با شما در میدان صدقات و خیرات و انفاق در راه الله تعالی بوده باشم. این میدان یک میدان بسیار پهناور و بزرگ و میدان فراخی است که در این میدان قدم نمیگذارد مگر انسانهایی که دلی فراخ دارند و انسانهایی مبارک می باشند و انسانهایی که به درجه کمال از تقوا و پرهیزگاری رسیدند. الله تعالی در چند آیاتی از قرآن کریم در وصف متقین ذکر میکنه، از جمله سوره بقره که اوصاف متقین را ذکر میکنه و در ادامه میفرماد: و مما رزقناهم ينفقون، و از بعضی آنچه که این متقین را داده ایم در راه الله تعالی مصرف میکنن، خرج میکنن و در راه الله تعالی میدهن. و همچنان آیتی را که ابتدا تلاوت کردم از سوره آل عمران، الله تعالی مسلمانها را امر میکند و ترغیب و تشویق میدهد: و سارعوا الی مغفرة من ربکم، شما بشتابید، بدوید و چالاکی و تیزی بروید. به کجا؟ الی مغفرة من ربکم، به طرف مغفرت پروردگارتان. یعنی اسباب را تلاش کنید که به او اسباب الله تعالی گناهان شما را محو و نابود بسازد، از جمله ایمان، نماز، زکات، روزه، حج و همه اعمال نیکویی که در قرآن و سنت ذکر شده، از جمله همچنان توبه، استغفار، ذکر و اذکار. همه از اینها اسبابی است که الله تعالی به وسیله از اینها گناههای انسان را محو میکند. و همچنان اجتناب از کبائر و گناهان خرد و بزرگ، اینها اسبابی است که الله تعالی گناهان انسان را به سبب از اینها محو میکند. و جنت عرضها السماوات والارض، و بشتابید به طرف جنتی که وسعتی از او به اندازه آسمانها و زمین هاست. این جنت برای کدام طبقه مردم است؟ الله تعالی می فرماید: اعدت للمتقین، جنت آماده کرده شده، فعلا موجود است و زینت داده شده برای مردمی متقین، مخصوصی مردمی متقین است. این متقین کدام مردمند؟ چی اوصافی دارند؟ از جمله الله تعالی می فرماید: الذين ينفقون في السراء والضراء، مردمی هستند که انفاق میکنند در راه الله تعالی در وقت خوشی و همچنان در وقتی خستگی و غم و اندوهشان. یا این که فی السراء در وقتی ثروت و زندگی دارن، و الضراء در وقتی فقر و تنگ دستیشان. البته حالت ها فرق میکنه و انفاق هم در هر دو حالت فرق میکنه. مال و سرمایه زیاد داشت، انفاقش بیشتر می باشه، و اگر کم بود، فقیر بود، به اندازه توانش انفاق میکنه در راه الله تعالی، اگر چند پاره خرما هم بوده باشه، قسمی که در حدیث خوانده. یا این که فی السراء در حالتی صحت و عافیتشان در راه الله تعالی مصرف میکنن، و ضراء در حالتی که به مرض مبتلا هستند، سرشان ابتلاعات میآید، وباها و دردها سرشان میاد، در این حالت هم در راه الله تعالی مصرف دارن، نمیترسن. پس انفاق در راه الله تعالی یکی از صفات باریز و نشانه بزرگی اهل ایمان متقین بوده. و همچنان در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند: و الصدقه برهان، صدقه نشانه اهل ایمان است. برهان، نشانه، علامه اهل ایمان است. و یا اینکه صدقه در روز قیامت برای اهل ایمان نور می باشد. برهان اینجا مراد نوعی از نور، روشنی می باشد. و صدقه یکی از اسباب
و وسایلی است که الله تعالی به سبب یزی انسان را از آتش جهنم نجات می‌دهد. اسمی که در حدیث خواندیم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اتقوا النار ولو بشق تمره، شما خود را از آتش جهنم بچ کنید، حفاظت کنید، نجات بدهید نفسهای خود را ولو بشق تمره، اگر امی بج دادن شما نفس خود به وسیله یک پاره خرما هم صورت بگیره. اگر یک پاره از خرما از اخلاص قلب و از صمیمیت و به خاطر رضای پروردگار بوده باشه، حتما سبب نجات شما روز قیامت میگردد از آتش جهنم. و همچنان صدقه و انفاق در راه الله تعالی یکی از اسباب است که گناهان انسان را محو و نابود میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند الصدقه تطفئ الخطیئه کما یطفئ الماء النار. حدیث در سنن ترمذی میآید. یعنی صدقه خاموش میسازد و محو و نابود میکند گناهان را، قسمی که آب آتش را خاموش میکنه و از بین میبرد. پس صدقات در راه الله تعالی یکی از اسباب مغفرتی گناهان می باشد. انسان مسلمان این دروازه ناچیز فکر نکنه و دروازه بسیار بزرگ است و میدان بسیار مبارک است. هر کسی اگر در این میدان به خاطر رضای پروردگار قدم گذاشت و انسان هرگیز خار نمی شود و هرگیز او انسان بدبختی و خاری را نمی بیند، چه در دنیا و چه در آخرت. در دنیا الله تعالی زندگی از او را بهتر می سازه، برکت در زندگیش میاره، از زندگی خود خیر می بیند و در آخرت الله تعالی اجر و ثوابی بی پایانی را از راه صدقات و انفاق برش می بخشد. البته باید چند چیز را در باب صدقات رعایت داشته باشیم تا اینکه این صدقات ما در روز قیامت حقیقتا سببی نجات ما بگردد، نه علیه ما سببی بدبختی و سببی رفتن ما به دوزخ بگردد. از جمله چیزهایی که باید در باب صدقات متوجه بوده باشیم، صدقه و انفاق دری اخلاص داشته باشیم. یعنی اگر مال را یا چیزی را در راه الله، پول، سرمایه، خانه، هر چی را که مصرف میکنیم میدیم، فقط خالص برای الله تعالی باشه، هدف رضامندی و خوشنودی پروردگار بوده باشه، نه نام و نشان و ریا و نشان دادن برای مردم و این چیزها هدف نبوده باشه، و همچنان رسیدن به کدام چوکی و منصبی این چیزها هدف نبوده باشه. چون اگر این چیز هدف بود، ریا و نشان دادن مردم و همچنان اهداف دیگری، باز در این صورت این صدقه بجای از اینکه سبب نجات ما شود، بلکه یکی از اسبابی میگرده که ما را به آتش جهنم میبرد. حدیث در صحیح مسلم میآید رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اولین طبقه‌ای که در روز قیامت برشان فیصله میشه، سه اشخاصی هستند، سه طبقه مردمی هستند که اینها آورده میشوند، همراهشان فیصله صورت میگیره. از جمله اشخاصی هستند که یا شخصی است که رجل وسع الله علیه و اعطاه من اصناف المال کل، یعنی الله تعالی بالایش انعام کرده، در زندگیش فراخی آورده، از انواع و بخشهای مختلفی سرمایه و زندگی برش داده. زمین داره، گوسفند، بز، گاو، شتر و خانه و زندگی و همه چیز داره، همه انواع مال الله برش عطا کرده، بخشیده.
وقتی این شخص آورده میشه در روز قیامت، الله تعالی از پیشش پرسان میکنه مالی را که برات دادم این مال چی کردی؟ در کدام راه مصرف کردی؟ در جواب میگوید شخص ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك. هیچ راهی نبود که تو دوست داشته باشی و خوشت بیاید که در اونجا صدقه و انفاق صورت بگیره مگر این که من در او میدان سبقت کردم و در راه تو و به خاطر تو مصرف کردم. الله تعالی در جواب میفرماید کذبت، دروغ گفتی، ولكنك فعلت لیقال جواد. تو این کار به خاطر انجام دادی تا این که گفته شود که تو سخی هستی و همچنان شد. یعنی مردم گفتن که فلانی سخی بود، اینقدر مصرف کرد، چقدر آدمی خوش قسمت است در راه الله مصرف میکنه، ولی متاسفانه این مال بجای از اینکه سببی نجاتش تو شود، سببی از این شود که بود جنت بروی، جنتی که الله تعالی ترغیب داد و تشویق کرد که وسارعوا، بلکه عکس از این سبب میگرده که تو به آتش جهنم بری، جهنمی که اونجا جای درد است و جای رنج است و جای عذاب است. الله تعالی هر مسلمان را از این جهنم نجات بدهد. دوم چیزی را که ما در صدقاتمان متوجه بوده باشیم این که در صدقات ما من و احسان با احسان و اذیت نبوده باشه. یعنی جانب مقابل وقتی که برش صدقه میدهیم سرش احسان بار نکنیم، به این احسان خود او را اذیت ندهیم به زبانمان، به تصرفاتمان. یعنی کسی را که برش صدقه میدهیم او دیگر فکر کنی که دیگر مزدوری ما شد، دیگر برده ما شد. هر وقتی اگر خواسته بودیم در هر کاری در هر چیزی باید در خدمت ما حاضر بوده باشه. بعضی مردم به این گمان هستند، یعنی وقتی که ما به کسی صدقه میدهم بسیار احسان بزرگی بالای از این بار کردم. نه خیر، این صدقه برای نجات نفسی تو است، این صدقه برای منفعت نفس خودت است، نه اینکه منت بالای او بیچاره فقیر و نادار بگذاری. وقتی که منت گذاشتی باز صدقه باطل است، اجر و ثوابی برات داده نمیشه. الله تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. شما صدقه خدا به احسان بار کردن و منت گذاری و همچنان به این اعمالتان جانب مقابل اذیت برسانید، به این چیزها باطل نسازید. حدیث در صحیح مسلم میآید، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید در روز قیامت 3 طبقه مردم الله تعالی همراهشان گپ نمیزند و نه به طرفشان نگاه میکند و نه آنها را الله تعالی تزکیه میکند، از گناهان از آنها را پاک میکند، از گناهان آنها را پاک میکند. و لهم عذاب علیم، عکسی از آنها بلکه برای از آنها عذاب دردناک و سوزنده می باشد. از جمله از آنها والمنان، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمان شخصی که احسان بار میکنه، میدهد در راه الله میدهد، یعنی هدفش ریاکاری و چیزا نیست، لکن مشکلی بزرگش احسان بار میکنه. هر لحظه هر وقتی تو فلان شخصی نیستی که من اینقدر پول برای تو دادم، در فلان وقت به دردت خوردم، در فلان وقت اینقدر مال برات دادم، اینقدر کمک کردم. اگر بالای از این هم نمیگه، در مجالس هر جا برای دیگرها میگه که فلانی را این احسان برش کردم، این صدقات برش دادم، اینقدر کمکش کردم، البته هدف اذیت رساندنی جانبی مقابل است. بدون شک به این حرفها جانب مقابل اذیت میبیند. چیزی سوم در باب صدقات باید متوجه بوده باشیم که او انفاق از مال پاک و مال بهتر. الله تعالی می فرماید
یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، از همون مال پاک و زیبایی که با مشقت و بسیار سختی او را کسب کردی، کمایی کردی، از همون انفاق بکن. و الله تعالی در آیت دیگری میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اما مالی را که دوست داری، پیشت بسیار عزیز است و از رفتن اون مال خسته میشه، اما را در راه الله بده. اما مالی که ردی است، پست است، ناچیز است و دوست نداری که دیگرها اگر بالای تو انفاق بکنن تو اون مال را بپسندی و بگیری، این چیز دوست نداری، پس این مال را در راه الله مصرف نکن. چیزی دیگری در بابی صدقات باید متوجه بوده باشیم، و یکی در صدقات میانه رو باشیم، جانبی میانه روی را انتخاب کنیم، نه زیاد مصرف بوده باشیم که هر چی که در زندگی داریم همه را بدهیم و در راههای درستی هم مصرف نکنیم، و همچنان اینقدر بخیل نبوده باشیم که از جیب ما هیچ چیزی بیرون نمیشه. اگر گاهی هم بیرون میشه بسیار چیزی اندکی که اصلا او هیچ حساب نمیشه نسبت به سرمایه و زندگی که خدا به تو داده. الله تعالی میفرماید در وصف از مؤمنین، وصف نیکیشان، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلك قواما، وقتی که انفاق میکنن در انفاق خود اسراف ندارن و همچنان بخالت ندارن، بلکه میانه روی را انتخاب میکنن و این راه میانه سببی کامیابی انسان است. انسان اگر زیاد مصرف بود بازپسان زیاد پشیمانی و ندامت میکنه به اسرافی که در راه کرده، و اگر زیاد بخیل بود دیگر این مال میمانه در دنیا، مال برای دیگران میمانه و این بیچاره دسته های صفر به طرفی قیامت میره و که دیگرها از این مال چی استفاده میکنن الله بهتر میدونه، استفاده درست میکنه، استفاده خراب میکنن، یا در راه های کفر و شرک و بیدینی و فحشا و غیره مصرف میکنن که یعنی حقیقتا مالی که به چقدر زحمت و به چقدر رنج ای کسب کرده، از بخالتش این مال در حقیقت در آینده در یک راه نامشروع نادرستی مصرف میشه و اونجا میره بیچاره پشیمانی و ندامت میکنه که کاش در راه الله مصرف میکردم و کاش از این مال استفاده میکردم برای آینده خود، برای آخرت خود، اما اونجا کاش به درد نمیخورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید مالت همان مال است که میخوری، میپوشی و مینوشی و همچنان برای دیگران مصرف میکنی، برای اهل و فامیلت، برای مسلمان های دیگری انفاق میکنی، همون مال برای تو میرسه، اجر و ثواب و پاداشی از او. متباقی مالهایی که به میراث میگذاری اون مال تو نیست، از تصرف تو بیرون میشه. الله تعالی صدقات و انفاق ما را قبول بفرماید، اگر چند چیزی ناچیز و اندک و چیزی کم هم بوده باشه، در مقابل به یه چیز کم برای ما الله اخلاص نصیب کنه و همچنان صدقات ما از احسان و منت و این چیزها خالی بوده باشه و این صدقات فقط و فقط برای رضا و خوشنودی پروردگار بوده باشه و اسراف در صدقات خود نداشته باشیم، میانه روی را اختیار کنیم که هم اهل و فامیل ما از مال ما استفاده کنه، هم مسلمان های دیگری. بارک الله فیکم.